اون چیزی که هیبت این ملت را حفظ میکند، قدرت معنوی او رو به رخ دشمنان میکشونه و اونها را از تعرض منع میکنه و میترسانه، حضور مردمی است که یکی از مظاهرش همین انتخابات است. اون کسانی هم که در انتخابات رأی نمیآورند مواظب باشند اون کلاهی که بر سر رأی نیاوردگان سال 88 رفت، بر سر اونها اون کلاه نره، فریب نخورند.